چیزایی که احتمالا راجع به رویکرد نمیدونستی. پارت اول، میگه توی روباه پیدا کنی که یه امرالد داخل درنشه و به صورت طبیعی هم اسپان شده باشه. تبریک میگم، تو خیلی خوش شانسی. زمینه چمنی برای پنهان کردن وسایل عالی‌ان. حالا میگی چرا؟ من مثلا انقدر دایموند دستم میگیرم همش میندازم. حالا میگی دایموند چی شد؟ کافی فقط زیر اینا یه هاپر بزنی. نمیدونستی که وقتی ما اینجا ریلا رو میذاریم این گوشه شبیه همه آیرون پیککس خودمون میشه. جالبه نه؟ میدونستی بدراک از همین طرح استون استفاده میکنه ولی با کنتراست بالاتر. همتون میدونید که هر مابی رو بندازی تو آتیش میسوزه و خب نوع پخته‌شو بهمون میده، مثلا مرغ، گوسفند یا هر چیز دیگه ای. ولی اگه تو آتیش کم بیفته میدونستی خامشو میده. برای اینکه بفهمی اینجا رو ببین. فقط من به عنوان مثال این مرغ اینجا میذارم. میدونستی حتما نیاز نیست که اسم ماما رو با نیم تگ بذاری. در صورتی که کریتیو باشی میتونی یه گوسفند رو اینجا بذاری و خب میتونیم بنویسیم اینجا جب آندرلاین. حالا خب اسم تخمش که همینه، چه همینه؟ لایک و ساب کن.